تا حالا شده با خودت فکر کنی که این آدمایی که میلیونر شدن دقیقاً چجوری زندگی میکنن؟ یعنی واقعاً هر روزشون پر از ماشینای گرون قیمت و سفرهای لوکسه؟ یا شاید یه زندگی ساده دارن که فقط ما از بیرون نمیفهمیم؟ جالبه بدونی بیشتر میلیونرهای واقعی دقیقاً برعکس چیزیه که تو ذهنت هستن. نه لباسای گرون تنشونه، نه هر روز مهمونی دارن. خیلی هاشون مثل من و تو معمولی هن. ولی فرقشون اینه که فکر و عادتاشون معمولی نیست. خیلی از مردم فکر میکنن میلیونر بودن یعنی زندگی لاکچری داشتن، خونه بزرگ، ساعت رولکس، ماشین آخرین مدل. ولی واقعیت چیز دیگه ایه. بیشتر میلیونرها اگه از کنارشون رد بشی حتی متوجه نمیشی پول دارن. یه تحقیق واقعی توی آمریکا نشون داد بیشتر کسایی که بیش از $1,000,000 درآمد دارن با ماشین معمولی میرن سر کار. خونه‌شون هم معمولیه و حتی خیلی هاشون هنوز خودشون خرید میکنن. چرا؟ چون اونا دنبال نشون دادن پول نیستن. میخوان پولشون براشون کار کنه، نه اینکه با پول فقط پوز بدن. حالا برسیم به اصل ماجرا. چی باعث میشه یکی میلیونر بشه ولی یکی دیگه نه؟ همه چیز از طرز فکر شروع میشه. میلیونرها یاد گرفتن به جای گفتن نمیتونم بگن چطور میتونم. وقتی یه مشکل پیش میاد دنبال راه حلن، نه بهانه. مثلا یه شخصی بود که با یه مغازه کوچیک تو شهر خودش شروع کرد. درآمدش معمولی بود ولی هر روز یه بخش کوچیک از پولش رو سرمایه گذاری میکرد. کتاب میخوند، یاد میگرفت چطور با پول رفتار کنه. 10 سال بعد نه به خاطر شانس بلکه به خاطر پشتکار و نظم ذهنیش به یه میلیونر واقعی تبدیل شد. میدونی فرقش چی بود؟ اون آدم از خودش پرسید چطور میتونم، نه اینکه چرا من ندارم. میخوای بدونی دقیقاً چی کار میکنن که موفق میشن؟ بریم سراغ عادتاشون. 1. صبح زود بیدار میشن. خیلی هاشون قبل از طلوع خورشید بیدارن. اون ساعتهای آروم صبح زمان طلایی تمرکز و برنامه ریزیه. 2. هر روز یاد میگیرن. کتاب، پادکست، مقاله فرقی نمیکنه. اونا میدونن ذهنی که رشد نکنه جیبش هم رشد نمیکنه. 3. اهدافشون رو مینویسن. میلیونرها فقط رویا پرداز نیستن، نویسنده ی هدفهاشونن. هر روز نگاه میکنن ببینن چقدر جلو رفتن. 4. از شکست نمیترسن. شکست براشون پایان نیست، تمرین موفقیته. هر بار میافتن یه چیز جدید یاد میگیرن و دوباره بلند میشن. 5. با آدمای منفی معاشرت نمی کنن. محیط اطرافشون پر از آدمای الهام بخشه، چون میدونن انرژی اطرافشون مستقیم روی ذهن و عملکردشون اثر میذاره. اگه بخوای میلیونر بشی اول باید یاد بگیری چطور خرج نکنی. درسته، خرج نکنی. میلیونرها به جای اینکه دنبال بیشتر داشتن باشن یاد گرفتن چطور با همون مقدار پول هوشمندانه تر زندگی کنن. اونا خرج احساسی نمی کنن. برای هر خرید یه دلیل دارن و همیشه قبل از خرج بخشی از درآمدشون رو پسنداز یا سرمایه گذاری میکنن. مثلا یه میلیونر موفق میگفت من وقتی یه چیزی رو میخوام خرید کنم از خودم میپرسم اگه امروز نخرم خب چی میشه؟ اگه جوابش هیچی بود نمیخرمش. بزرگترین فرق بین کسی که موفق میشه و کسی که نمیشه چیه؟ اولی وقتی شکست میخوره ادامه میده، دومی جا میزنه. یه مردی بود که 2 کسب و کارش شکست خورد، اما هر بار یه چیز جدید یاد گرفت و بار سوم دقیقاً با همون تجربه های گرون قیمت یه بیزینس موفق ساخت. میلیونرها همیشه میگن شکست بخشی از مسیر موفقیته،
نه برعکس. دوست من، میلیونر بودن فقط عدد توی حسابت نیست، یه طرز فکره، یه نظم روزمره است، یه سبک زندگیه. مطمئنم تو هم میتونی از امروز شروع کنی. نه لازم داری سرمایه زیادی داشته باشی، نه بیزینس عجیب و غریب. فقط باید هر روز یه قدم کوچیک برداری. اینو تجربه داره به ما میگه. همونطور که میگن اگه امروز 1% هم بهتر بشی، 1 سال بعد آدم کاملا جدیدی میشی. پس ازت میخوام از امروز تصمیم بگیری که یه ذهن میلیونر داشته باشی قبل از اینکه حساب بانکیت $1,000,000 بشه. لطفاً برام کامنت کن که به نظرت بزرگترین مانع موفقیت مالی چیه؟ شاید کامنتت الهام بخش برای یه نفر دیگه باشه. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. فعلا خداحافظ.